السلام علیکم دولای عزیز، التماس به سوال من جواب گردانید. وقتی که من به یگان کس میگویم نماز خوان یا زنا نکن، عرق نخور، میگوید که هر یک کار بر رضای خدا میشود. خدا راضی شد من زنا کردم. میگوید نمیشود که من هم زنا کنم، عرق خورم. با راضیگی خدا هست. التماس با بابای حاجی درباره قضا میگویند یگان مسئله گپ زنید. البته لاهوری میگوید خدا رحمت کند، ولی در بین ما و شما هم همین گپا هست که عرق می نوشد، زنا میکند، بعد میگوید که خیلی خدا راضی بوده است. نه، خدا در کار بد ما و شما راضی نیست. خداوند هیچ وقت راضی نیست که بنده او زناکار باشد. خدا هیچ وقت راضی نیست که بنده او بی نماز باشد. بلکه لاهوری میگوید که بنده های ضعیف خدا با همین سخن تکیه میکنند و میگویند که خیر رضاگی خدا بوده است، بلکه رضاگی خدا نیست. خدا رحمت کند مولوی را من یک چند سطرهای را به شما میخوانم در باب تقدیر. چی سخن زیبا گفتند: دو راه پیش ده بنده نهاده، به دستت اختیار جوز داده. خدا در پیش تو دو راه را مانده است، یک راه بد، یک راه خوب، و تو را اختیار گذاشته است کدام راهی را که انتخاب بکنی. عقل او به همین پیش مسجد ما و شما میگذرد. آیا خدا راضی نیست که مثل شما داخل مسجد شود نماز خواند؟ راضی است. او وسواس شیطان است. او را شیطان نمیگذارد که نماز خواند. او را شیطان نمیگذارد که آمده مثل ما و شما عبادت کند، بلکه او وسواسای شیطان است که زناکار می شود، عرق خور می شود. این راضیگی خدا نیست. اگر جنت روی رو در راه راست، به چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. حضرت گفتن این راه راست، این راه چپ. چپش دوزخ، راستش بهشت. اگر چپش میگیری دوزخ میری، راستش میگیری چیکار میکنی؟ وارد جنت میشوی. زیراهی نیک و بد ایزید خبر داد، تو را عقل و خرد هوش بصر داد. خداوند همه را به تو خبر داده است. همه عبادت ها و همه منهیات و همه مشروعات به تو خبر دادگی است. کدام کار درست، کدام کار نادرست، همش خبر داد. و تو را عقل داد خدا. تو را عقلت میگیرد زنا میکنی، عقلت میگیرد عرق مینوشی، عقلت میگیرد مثال قماربازی میکنی. چرا عقلت نمیگیرد نماز بخوانی؟ خدا را جو، خدا را جو، خدا را بگو ذکر و بیمان چون و چرا را. حضرت میگوید خدا را جستجو کن، خدا را جستجو کن، بگذار این چون و چرا را. چرا ایت شد، چرا ای خیل شد؟ این رازگی خداست، ایش رازگی خداست. نه، این تا نیست. تو را خداوند عقل داده است، خودت باید اختیار کنی کدام راه ثواب است، کدام راه خطا است. حضرت صالح ابن محمد چی میگوید؟ سمعت یحیی ابن معین، از حضرت یحیی ابن معین شنیدم میگفت کان ابی حنیفه ثقه فی الحدیث. این حضرت ابو حنیفه را دیدگی بودند، در مجلسش نشسته بودند، از علم امام برخوردار شده بودند. از این خاطر چی گفتند؟ گفتند حضرت امام ابو حنیفه ثقه در حدیث بودند، یعنی همه حدیث ها را حفظ می دانستند، از همه حدیث ها آگاه بودند. حضرت علی ابن عاصم چی میگوید؟ لو وزن علم الامام ابی حنیفه بعلم اهل زمانی لرجح علیهم. حضرت علی ابن عاصم هم مسلکان ابو حنیفه بود، هم زمان ابو حنیفه بود. این حضرت میگوید که اگر علم امام اعظم را با علم تمام علمایی که در کوفه زندگی میکردند اگر چین میکردین، اگر وزن میکردین، لرجح علیهم. علم امام اعظم پرتر بود، علم امام اعظم کاملتر بود و وزنینتر بود. حضرت امام شافعی هم امام برجسته هستند، پیروای زیاد دارند. این حضرت امام شافعی چی میگوید؟ میگوید تمام علمای روی دنیا در علم فقه فرزندان ابو حنیفه هستند. تمام علمای روی دنیا
نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخورند در علم فقه، در علم مسئله. خود امام شافعی حکایت میکند، چی میگوید؟ میگوید وقتی که برای من در مسئله اگر مشکلات پیدا میشد، من نزد قبر حضرت امام اعظم میرفتم، طهارت میکردم، حضرت امام زیارت میکردم، 2 رکعت نماز میخواندم و از خدای خود به حرمت این امام این مشکلاتی در مسئله را طلب میکردم. والله که این مسئله برای من آسان میشد و کشاده میشد. حضرت امام ابو یوسف که یکی از شاگردهای برجسته حضرت امام ابو حنیفه هستند و حضرت در زمان خود قاضیگی را به عهده داشتند، این حضرت میگوید من پیش از پدر و مادر در نماز در حق استادم ابو حنیفه دعا میکردم، زیرا که اولین شخصی که علم مسئله را در دنیا منتشر کرد این حضرت امام ابو حنیفه بودند. علمای از مدینه می آمدند، از مکه می آمدند، پرسان میکردند در کوفه عراق بود حضرت، از همه نمایانتر عالم کیست؟ حالان که اون زمان تابعین بود، بعضی از صحابه های پیغمبر زنده بودند. حضرت امام ابو حنیفه 70 سال بعد پیغمبر خدا به دنیا آمد، سال 80 هجری بود. به نهایت علما زیاد بود، به نهایت حلقه های درس حساب نداشت، لیکن اولین نامی که میگفتند اینجا عالم مشهورترین و شناخته ترین این حضرت امام ابو حنیفه هستند. این منزلت و این درجه را به دست آوردن کار آسان نیست. اگر در یک شهر ما و شما اگر 20 عالم زندگی کند، وقتی پرسان میکنن یکی از اونها را نامش میگیرن، این یگان جای تعجبش نیست که فلان داملا فلان عالم علمش از همه اونها دیده زیادتر و بیشتر است. برای این عنوان و این منزلت از خود کردن مهنت زیاد در کار. حضرت امام ابو حنیفه شب خواب دیدند، این پیش از تأسیس مذهبش بود. خواب دیدند که قبر پیغمبر خدا را میکشاید و استخوان‌های پیغمبر خدا را جدا میکند. وقتی میگه از خواب بیدار شد، حضرت امام یک واقعه میگه زیر کرد، یک ترس در وجودش پیدا شد که این چی خواب بود که من قبر این آفتابی تابان کشادم، استخوان‌های او را جدا کردم، این چی خواب باشد؟ حتی معرخا میگویند از غم این خواب میگد حضرت بیمار شدند، بستری شدند در خواب، در جایگاه خواب غلطیدند. وقتی رفیقاش خبر میگرفت میپرسیدند سبب این بیماری تو چی هست؟ حضرت این خواب با آنها حکایت کرد. از بس که اون زمان ابن سیرین زنده بود، این تعبیر خوابی که در دست ما شمرد، این صحابه پیغمبر است. اون زمانها فقط تعبیر خواب، این خوابم حق است، این خواب یگان جای افسانش نیست. ابن سیرین تعبیر خواب میکرد. وقتی این مکتوب حضرت امام نویساندند و در جوابش آمد که ای امام گفت اگر این خواب تو درست باشد و حق باشد، تو شخصی میشوی که حدیث های پیغمبر خدا را حقش از ناحق او جدا میکنی، حدیث های ضعیف از حدیث های صحیح جدا میکنی، تو علم پیغمبر خدا را برخوردار میشوی. حضرت امام میگه بعد این تعبیر خواب شنیدن بی نهایت خوشنود شدند و از آینده خودم چکار کردند، بی نهایت خرسندی و را فرا گرفت. حضرت امام حکایت میکنند که 70 سال حضرت عمر دیدند. 70 سال، بعضی روایت ها 68 هم میگویند، لیکن اون کتاب های معتمده که نزد ماست، خیلی کتاب های زیاد از ابو حنیفه نزد من هست. در اون کتاب میگوید 70 سال حضرت عمر دیدند
سال 80 هجری به دنیا آمدند، 150 هجری از دنیا گذشتند. 52 سال حیات این امام در دوره حکمرانی امویان میگذرانید و 18 سال اینا در دوره حکمرانی عباسیان گذرانید. از دوره های حکمرانی امویان بسیار نالان بود حضرت، زیرا اگر چنده که مردم مسلمان بودند لیکن خیانت های زیاد میکردن به مسلمان ها. وقتی که این عباسیان حکومت اشغال کردن گرفتن که در این اشغال کردن عباسیان به سر دولت آمدن هم سهم این حضرت امام بود و به خود یک خلیفه را انتخاب کردند که این ابو جعفر منصور بود. وقتی این منصور به سر این دولت عباسیان نشست، در خلافت نشست، حضرت امام ابو حنیفه را بی نهایت احترام میکرد. احترامش این بود که به خانه ابو حنیفه هدیه ها روان میکرد، خیر صدقه ها روان میکرد، لکن حضرت امام همگی را با گپ نیک، با گپ خوب پس میگردانید، هدیه های منصور قبول نمیکرد. بین چگونه یک پرهیز زیاد داشتند، پرهیز زیاد داشتند که حتی هدیه و همون صدقات هایی که از جانب پادشاه روان کرده میشد، حضرت امام میگفت که من احتیاج به اینها ندارم، مستحق ها و گرسنه های زیاد وجود دارد، به اونها دهید، من از شما راضی هستم. گفته دل پادشاه را به دست میگرفت، لکن اون هدیه و اون تحفه هایی که ارائه میکرد حضرت قبول نمیکردند. امروز بعضی از پیروان مذهب ابو حنیفه را میبینیم، باور کنید در بدر هر جایی که اون خانه‌ای که کمی دولت و سهولت دارد سر پیش میکند، از همونجا چیزی تمام میکند، ناگفته می نشیند، آیت میخواند، ختم میکند و دیگر عملها را انجام میدهد. چرا همرا در خانه یک کم بغل انجام نمیدهد؟ زیرا که مقصد او طمع است، مقصد او گرفتن یک مبلغ از اون مردک است. حالان که پیغمبر خدا میگوید ان المسألة لا تحل، اگر امت من با راه طلبیدن اگر از کسی پول میگیرد، همان پول طلبیدگی برای او حلال نیست. لو تعلمون ما فی المسأله، پیغمبر خدا میگوید اگر شما میدانستین ای امت بیعار، اگر شما میدانستین که طلبیدن چقدر پست است، ما مشى احد الی احد یسأله شیئا، شما یک قدم برای طلبیدن نمیزدین. گفت پیغمبر خدا اگر میدانستین که چه یک عاقبتی ناخوب دارد. لیکن صد افسوس که امروز این گونه امتها و این گونه پیروانی حضرت امام موجود است که برای طمع، برای طلبیدن خانه به خانه همون کلانزاده ها دور میگردد، از اونها 4 سومه میگیرد. این یک اسلام پس کردن، خار کردن است. رزق از خدا دیدن در کار. اگر تو با پررگی در یاد خدا باشی، خدای تو را فراموش نمیکند، میرساند رزق تو را. رسول اکرم میگوید الطمع یذهب الحکمت من قلوب العلماء، همین طلبیدن گفت از پیغمبر حکمت، وقار، شرف از دل عالم ها دور میکند. عالمی که طلبنده باشد مردم از وی میگریزد، مردم وی زیارت نمیکنند، مردم پیش وی دیگر نمیخواهند که روند. حضرت قبول نمیکردند، میگفتن با مساکین و به همون کسانی که احتیاج دارن به آنها ادا کن، زیرا من ثروتمند هستم، من تاجر هستم، من از دولت و سهولت هیچ کمی ندارم. روز میگوید همین ابو جعفر منصور را در خانهش جنجال شد، پادشاه بودند، با زنش جنجال کردند،
برای این جنجال را برطرف کردن منصور از زن خود طلب کرد: از عالم های کوفه کی را میخواهی که آمده بین ما و تو حکم کند؟ زن منصور گفت: یگانه شخصی که این حکم ما را میبرارد این ابو حنیفه است. ابو حنیفه را حاضر کن، آن چیزی که وی میگوید من قبول میکنم. حضرت دعوت کردن، به دربار آوردن. حضرت منصور مرد مسلمان بودن، آدم خدا ترس بودن. با عائله خودش گفت: از پس پرده ایست تا که ابو حنیفه سخن گوید شما گوش کنید. ابو حنیفه پرسان کرد: چی جنجال است بین شما؟ بین بعضی اگر از علما باشد، اگر همچنان مشکلات در یگان آدم کلان افتاد، به همون فایده آدم کلان حلش میکند. چی مشکلات داریم؟ مشکلات ما گفت همین است که زن من نمیخواهد که من زن دویم را گیرم. حضرت امام ابو حنیفه آیت را تلاوت کردند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. گفتند مادامی که اگر عائله تو از زن دویم تو ناراضی باشد، ناراضگی او این ضد آیت قرآن است، زیرا که خدا در قرآن میگوید هر مرد حق دارد یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن در نکاح خود درآورد. این زن از پس پرده صدا داد: ای امام. گفت منصور گفت بر من عدالت ندارد، بر من اهمیت نمیدهد، حقوقهای مرا پایمال میکند. برای این شخص جایز است که زن دویم را گیرد؟ حضرت باز: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. باز آیت تلاوت کردن. گفتن که اگر خدا میگوید که کدام مرد دو زنگی را نمیتواند، سه زنگی را نمیتواند، چهار زنگی را اجرا کرده نمیتواند قانونهاش، فواحدتا، بس به یک تش کفایت کنه. مادامی که مردی که در زن دویم و سیوم و چهارم عدالت جاری کرده نمیتواند، برای وی جایز نیست که زن دویم در نکاح خود درآورد. این منصور وقتی که شنید قناعتمند شد، زنم قناعتمند شدند. حضرت امام از دربار برآمده رفتند. بعد برآمدن به خانه وقتی رسید، زن منصور در یک اشتر میگد خیلی از مال دنیا بار کرد و به خانه حضرت امام روان کرد. حضرت امام وقتی که این بار اشتر را دید، گفت رفته از نام من به زن منصور سلام گویید و گویید که من حکم فقط از برای خدا کردم، من برای این مال انجام نکردم، من به مال انجام اونها احتیاجم ندارم. بگذار که این در آدمای فقرا و آدمهای تنگ دست، آدمهای طالب علم این مال تقسیم کند. این بود تقوای حضرت امام. منصور میگوید بار حضرت امام دعوت کردند و گفتند که الحال میدانی که تمام این مردم کوفه
با امام جعفر صادق به نهایت تسلیم شدند. از تو میخواهم که یک چند سوال برای این امام جعفر صادق تیار کنی و با او سوال کنی کنی وی چگونه جواب میگوید. امام جعفر صادق در سین و سال برابر حضرت امام ابو حنیفه بودند و وفاتشان 2 سال پیش از حضرت امام هست. 2 سال پیش از حضرت امام ابو حنیفه از دنیا گذشتند. روز یک کس سوال دادند که آیا مادر حضرت امام اعظم در نکاح امام جعفر صادق بود یا نبود؟ صاحب فتوای جامع الرموز میگوید بود. میگوید همین بعد وفات نعمان امام میگد مادرش امام جعفر صادق نکاح کرده گرفت و حضرت امام میگد تربیه کرده. لیکن این به عقل از عقل خیلی دور است، زیرا که هر اینها در سن و سال برابر بودند. خیلی خدا داناست این فتوای همون حضرت جامع الرموز صاحبش است. اگر باشه هم یگان جای غلطش نیست. امام جعفر صادق اگرچه شیعه بودند لیکن از این شیعه های بدبخت نبودند. پدرشان محمد باقر، یعنی باقر برای چی میگفتند؟ پدر امام جعفر صادق باقر گفته این چیزی را شکاف میکنی و یا باقر میگویند. چنان پدرشان میگد با سواد بود که حتی علم شکاف کرده گذشته بود. وقتی در نزدش میگه در عراق یک کس آمد و حضرت ابوبکر با عثمان سیاه کرد و گفت آیا گفت مهنت های ابوبکر و عثمان فراموش کردی؟ بین اگرچه محمد باقرم از ائمه شیعه بود، گفت آیا گفت نمیدانی که ابوبکر و عثمان برای اسلام و برای پیغمبر زادگاه خدا ترک کردند و از پس پیغمبر خدا به مدینه آمدند؟ اگر گفت با این عقیده شما از دنیا گذرین، همین محمد باقر گفت شما گفت نامسلمان هستین، شما کافر هستین. از اون شیعه های بدبختش نبودند. چاریا را تحقیر نمی کردند. حضرت میگه 40 سوال تیار کردم برای امام جعفر صادق. شاه در آمدم، دربار منصور در آمدم، در دربار منصور در پهلوی منصور میگد این امام جعفر صادق نشسته بود. حضرت امام ابو حنیفه میگوید به خدا قسم میگوید من از هیبت منصور هیچ ترسی نداشتم، لیکن امام جعفر صادق چنان هیبتی داشت میگد که در حال میگد در وجود من هیبتش تأثیر کرد. و منصور میگد شناس کرد، گفت امام جعفر صادق این ابو حنیفه است. گفت بله. گفت این ابو حنیفه است. گفت چند سوال دارد از تو پرسان میکند؟ گفت مرحمت. گفت من تیار هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید 40 سوال پی در پی با امام جعفر صادق دادم. حضرت چنان جواب میگفت که در مدینه این چنین است، در کوفه این چنین است. هر سوالی مرا به مدینه و به کوفه میگد مقایسه میکرد. در آخر میگه من تسلیم شدم که امام جعفر صادق خیلی عالم فقیه بودند که در اختلاف مردم معلومات زیاد داشتند. اختلاف های مردم هم به عقل خود چکار میکردن؟ بها میدادن. امروز ماها برای اختلاف مردم خیستن پروا نداریم، بلکه همین یک مسئله خواه سنت است، خواه واجب است، خواه مستحب است، باید که جاریش کنیم، لیکن از عاقبتش اندیشه نداریم. بگذار همون سنت ترک شود لیکن جنجال نشود. بگذار همون سنت ترک شود لیکن مسجدها درشان بسته نشود. از اختلاف باید که ما و شما درکدار باشیم. حضرت امام گفتند من امام جعفر از روی این گفت بسیار احترام کردم که به همه اختلاف مردم گفت آگاه بدن. می گفتند در مدینه این گونه است، در کوفه این گونه است. حضرت امام بحث های زیاد دارد.
با مردم شیعه، با رویه معتزله، با رویه های خوارج، با رویه های قدریه و مرجیه، با همه اینها بحث ها میکرد که اون زمان بی نهایت رویه های زیاد بود که همه اونها را عقیدهشان خلاف عقیده سلف صالح بود. باری میگوید یک منکر خدا نزد حضرت امام آمدند و گفتند ای امام اعظم، خدایی که تو پرستش میکنی و میگویی که وی یکه و یگانه است، وی را بار دیدگی هستی؟ مثل بعضی از همون اتئیستایی که آنچه را که میبینن باور میکنن، آنچه را که نمیبینن باور نمیکنن. اون خدایی که تو پرستش میکنی وی را دیدگی هستی؟ در درالمختار در مقدمش حضرت امام میگوید که در جامع الرموز میگوید من خدای خودم میگه در خوابم 100 مراتب دیدگی هستم. حضرت امام ابو حنیفه میگوید که حضرت شبها خوابم نداشتند، 100 بار خدا را در خوابم دیدگی هست میگوید. این منکری خدا، این بی خدا چون این سوال کرد. حضرت امام چی گفتند؟ سبحان ربی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیت تلاوت کردند از سوره انعام است. حضرت امام گفتند خدای من میگوید که چشمهای شما قدرت مرا دیدن ندارند، لیکن چشم من همه شما را میبیند. این به خدا چی گفت؟ گفت خدا را ندیدی؟ گفت نه ندیدم. گفت آیا گفت همون خدایی که تو عبادتش میکنی بار به دستت قپیدگیش هستی؟ گفت نه. گفت قپیدگیش هم نیستم. گفت آیا از او یگان صحبت شنیدگی هستی؟ صدای او را به گوشت شنیدی؟ گفت نه نشنیدم. گفت آیا خدای تو گو یگان بوی دارد؟ بوی. حضرت در این جواب بی خدا فقط چی میگفت؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این خدای من مانند ندارد، با قدرت خدای من هیچ قدرت برابر شدن نمیتواند. خدای من بیناست، خدای من شنواست. این بی خدا چی گفت؟ مادام خدای را که ندیده باشی، از خدایی که تو هیچ صحبت شنیده نباشی، از خدایی که بوی به تو نرسیده باشد، از خدایی که دست در وی نرسانده باشی، پس چگونه تو بر من اثبات میکنی که خدای تو وجود دارد؟ اثبات کن کنی همون خدا. الحال در این زمان ما و شما هم این چونین ملحدا و بی خداها خیلی زیاد شدن. حضرت امام چی گفتند؟ حضرت امام گفتند ای مرد که این کار خدا میکنی، آیا گفتند عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را به دستم نقپیدم. آیا عقل تو گفت بوی دارد؟ گفت نه، عقل من نمیدانم بوی دارد ندارد. گفت در آخر من از تو سوال میکنم تو عاقل هستی یا دیوانه؟ گفت من عاقل هستم. گفت مادام عاقل باشی عقل تو کجاست؟ میگد این بی خدا مستر ماندند، گفتند من عقل دارم لکن نمیدانم که در کجاست. حضرت امام گفتند مادامی که عقل داشته باشی و
ندانی که همان عقل تو در کجاست؟ تو از من گفت پند بگیر. این عقل گفت مخلوق خداست، این خدا آفریده است. مادام تو مخلوق خدا را دیده نمیتوانی، پس چگونه این خدایی که خالق این عقل توست وی را میبینی؟ این عالم چیکار کردن؟ مستر ماندن. این بی خدا با این جواب امام قناعت کردند. روز به روز شهرت حضرت امام در دنیا زیاد می شد. عاقبت بعض اختلاف ها و بعض سخن ها هم در بین حضرت امام و منصور برآمدن گرفت. خوش خبرها می بردن، خبرها را می رسانیدن. کم کم مناسبت های بین منصور و بین امام ابو حنیفه ناخوب می شد و منصور ابو حنیفه را به دربارش فریاد کرد. گفت میدانی برای چی من تو را فریاد کردم؟ گفت نه، برای چی است؟ گفت وظیفه قاضیگی را به عهده میگیری. گفت من وظیفه قاضیگی را به عهده نمیگیرم. گفت قسم به خدا که تو وظیفه قاضیگی را به عهده میگیری. گفت قسم به خدا که من وظیفه قاضیگی را به عهده نمیگیرم. پادشاه قسم خورد. وقتی در قسم با الله که انسان خورد حانیس می شود، باید کفارت دهد. در حال وزیر این منصور به سوی ابو حنیفه گفت پادشاه قسم خورده ایستاده است که تو قاضی می شوی، تو باشی قسم می خوری که من قاضی نمی شوم. قسم نخور. گفت پادشاه مادامی که قسم خورده است کفارت قسم می دهد. گفت من قسم می خورم که قاضی نمی شوم، من صلاحیتی قاضیگی را هم ندارم. گفت منصور گشته و گفت در کوفه گفت بجز تو دیگر عالمی نیست، از تو بالاتر و از تو با فضلتر دیگر عالم یافت نمی شود. گفت در کوفه گفت کجا میگذاری؟ در همین درگاه تو گفت از من دیده عالم ترها هست. منصور غضبناک شد. گفت تو دروغگو هستی. گفت تو کذاب هستی. گفت مادامی که من دروغگو باشم، من کذاب باشم، پس این قاضیگی یک امر خیلی مهم است. برای چی برای یک آدم کذاب و دروغگو وی را تسلیم میکنی؟ تا چند منصور باز خشمش زیاد شد. عاقبت حکم کرد که وی را زندان برید. آوردن میگد مورخان میگویند 2 بار حضرت زندانی شده است. یک بار بردن 110 دره در پشت مبارک زدند. برای که سخن پادشاه را قبول نکردی، وظیفه قاضیگی را به عهده نگرفتی، امروز برای وظیفه مردم جان میدهد. تمام مبلغ آن چیزی که دارد همه را صرف میکند. حضرت بردن میگد یک بار 110 شلاق زدن، باز کشادنش، باز رفت. باز از بین یک مدتی گذشت، باز منصور باز فریاد زد. گفت مادام قاضیگی را قبول نمیکنی، همین قاضی درگاه من میشوی. اینجا گفت فتوا میبراری. حضرت اینم قبول نکردن. گفتن نه. گفتن من صلاحیتی این دربار تو ندارم. اگر در این دربار تو من کار کنم، باید که به فایده تو و به فایده رفیقان تو کار کنم. از این خاطر گفت من در دربار تو کار کردن نمیتوانم. حضرت این دفعه چیکار کرد؟ حکمی بیرحمانه برآورد که حضرت را باز زندانی کنید. این دفعه بردن حضرت در زندان گذاشتند. من مختصرا، این بینهایت یک قصه زیادی دارد حضرت، من مختصرا به شما همون جای اساسیش گپ میزنم. حضرت هر روز می برآوردند، 10 دره می زدند، باز در همون زندان برده می گذاشتند. عاقبت دیدن که روز به روز
حال این امام وزنین می شود. بازم این حضرت در همان زندان میگد نماز تهجد میخواند، شبانه روز میگد بیدار خواب بودن، عبادت میکردن. در همون داخل زندان میگه حضرت روزدار بودن، میبرآوردن با دره ها دره کوبی میکردن، باز همون خانه ای که محکم بود باز همونجا میگذاشتن. بناگاه روز میگد منصور از خشم زیاد وارد همون زندان شد و گفت، امام گفت قبول نمیکنی؟ گفت نه قبول نمیکنم. گفت این پیاله ظرف؟ گفت نوش. حضرت امام ابو حنیفه گفتند من اینا نمی نوشم، این زهر دارد. اگر اینا گفت من دیده و دانسته گفت اگر بنوشم خدای من میگوید کسی که با دست خودش را به قتل میرساند و از جنت محروم است. منصور میگوید حکم کرد که دستهای او را قپین. دستهاشو میگه قپیدن و پشت میگه این حضرت خواباندن و در حلق همین امام همون پیاله زهر میگه ریختن. چه علما عذابهای داشتند، چه مشقتهای داشتند. بعدی میگد نوشیدن این زهر میگد حضرت دستاشا کشادن که الک طبیعتش خیره شد. در حال میگوید بالای همان جای نمازی که داشت برآمد، در صورتی که میگوید از دهان مبارک و از بینی او میگه خون فواره میزد. سجده کرد، میگه در همون سجده همون سر مبارک گذاشتند که جان به حق میگه تسلیم کردند. منصور حکم کرد که جنازه امام پنهانی انجام دهید که کسی درکدار نشود. لیکن یک صدای میگه در کوفه میگه بلند شد که حضرت امام از دنیا گذشت. حسن بن عماره میگوید که من حضرت امام خود غسل دادم. عبدالله واقدی باشد میگوید من آب میریختم. جسد حضرت امام میگه چنان لاغر یافتیم، چنان لاغر بود میگه از ریاضت عبادت و روزه داشتن که حضرت میگه گریان شدم. بعد شسته تمام کردن میگه حضرت حسن میگوید من اینا بیرون برآوردم و از خصلت‌های نیک حضرت امام ابو حنیفه به مردم سخن گفتم که این گونه ماتم را میگه هیچگاه من یاد نداشتم که تمام مردم کوفه را میگه یک ماتم فرا گرفته بود. و حضرت حسن چی میگفت؟ میگفت ای امام، میگفت خدا تو را رحمت و مغفرت کند که 30 سال این جانب تو روزدار بودی. 40 سال حضرت گفتند 40 سال پهلوهای مبارک تو کرپچه ملایم دیدگی نبود. آنچه که انجام میدادی این از شب زنده داری بود، این از اخذ مسئله و مسائل برای مردم بود. در جنازه حضرت امام میگوید 50,000 نفر آدم، معرخان میگویند تخمینا 50,000 نفر آدم اشتراک کرد. 50,000 نفر. حالان که منصور حکم برآورده بود که کسی از جنازه امام درکدار نشود. 6 بار نماز جنازه خواندند که آخرش فرزندش حضرت حماد جنازه او را خواندند. وقتی در قبر میگه حضرت گذاشتند 20 بار دیگر در بالای میگه قبر جنازه شد. اینقدر حضرت شهرتش دنیا را گرفته بود. از این خاطر از همه برادرایی که در اطراف من جمع شدند و در همین جمهوری تاجیکستان ما زندگی میکنند، باور کنین دادرای عزیز، برادرای محترم، هر کسی که پیرو مذهب حنفی است وی غلط نکرده است.
وای خطا نکرده است. باور کنین اگر 40 ساله عبادتی که ما و شما میکنیم مقایسه کنیم با یک شب ریاضت حضرت امام برابر شده نمیتونه. کی میتونه 40 سال نماز بامداد با طهارت نماز خفتن خواند؟ کی میتواند؟ کی میتواند که 30 سال روزدار گردد؟ از این خاطر از همه شما خواهش میکنم که بعض رویه هایی که پیدا میشوند و شما را به اون رویه ها دعوت میکنند رد کنید، قبول نکنید. از آینده این کار، از پیدایش این رویه ها شما بسیار خطر داشته باشید که عاقبت خیلی ناخوب دارد. و زبان طعنه، زبان دشنامه از این حضرت امام بسته کنین. شما حق ندارین که امام اعظم را محاکمه کنین. شما کی هستین خطان؟ چند کتاب تصنیف کردین؟ چند شاگردهای برجسته ای که حضرت امام برآورده است تا حال کتاباش در یونیورسیته های اسلامی دنیا میخوانند. چند تا شاگرد برآوردین؟ چه خدمت در اسلام کردین که امروز می نشینین محاکمه امام اعظم را میکنین؟ شما حق ندارین. حضرت امام، حضرت شقیق بلخی خدا رحمت و مغفرت کند، که در صحبت حضرت امام نشسته بودند، میگوید وقتی من به بلخ آمدم و اطراف شاگردهای خود میگد حضرت امام ابو حنیفه را وقتی که وصف کردم، آنها به جانب من گشته گفتند دیگر گپی نداری، هر روز ثنای حضرت امام ابو حنیفه را میکنی، یک سخن دیگری گوی تا که از اون ما بهره گیریم. حضرت شقیق بلخی چی گفتند؟ گفتند اگر شما امام را میدیدید، اگر در صحبت این امام ابو حنیفه کدام شما می نشستید، ثنای او را، ذکر او را برای خودتان عبادت قرار می دادید. اگر شما از صحبت حضرت امام ابو حنیفه برخوردار می شدید. همه ما و شما می گوییم خدا رحمت و مغفرتشان کند. خداوند پیروای او را در روی دنیا باز هم زیاده بگرداند و خدای مهربان اتفاقی و اتحادی را در بین تمام مردم مسلمان علل خصوص جمهوری تاجیکستان برقرار و بردوام نگه بدار. ان لله و انا الیه راجعون. آمین یا رب العالمین. این یک مختصرین از حیات حضرت امام بود. البته برای آدمی که عقل دارد، فراست دارد، این حکایه ها خیلی زیاد حکایه ها دارد. اگرچند که ما در 2 جمعه موضوع این خاتمه دادیم، باور کنین چندین تاریخ ها، چندین کتاب ها در نزد ما هست که اینش از اینش افضلتر و بهترتر است. چه یک حیات مبارک حضرت گذراندن که سر به سر خدمت اسلام است. خوش به حال همه ما و شما که پیرو حضرت امام هستید. میخوام اینجا یک سوالی آمده است، جواب اینه به شما میرسانم، بعدا دعا میکنیم زیرا که 5 دقیقه بر وقت سر کردیم، بیرونم خنک است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا مراد. بعد از سلام ما یک گروه مخلصان اشدی شما از ناحیه دشت جوم قشلاق کشت پایان که هر جمعه در مسجد شما نمازگزار هستیم. یک تکلیف دارم که چند جمعه که ما از این ناحیه دوردست به مشقت وارد مسجد شما می شویم، فقط سوال و جواب های اکثریتشون به معنی وقت قیمت شما را گرفته و مردم از موعظه های شما برخوردار نشده می روند. من خواهش و التماس دارم که هر جمعه برای سوال و جواب های مردم 10 یا 15 دقیقه جدا نمایید. التماس از شما داملای محترم همین تکلیف مرا در بین مردم حتما بخوانید. با احترام صمیمی، یک گروه مخلصان اشدی شما. این برادرها را اولا خدای مهربان اینقدر راه دور که طی میکنن میآیند، در هر یک قدم هاشون خدای مهربان نیکی کتابت بفرماید
و عمر دراز نصیبشان بگرداند. البته این سوالهایی که من در بین شما میخوانم اینها بهترینش هست. در داخل این سوالها بسیاری سوالهای هستند که اونها را در بین مردم خواندن باور کنین تماما از اون دا بگیم به معنی تر سوال دیگر وجود ندارد. اونها را من نمیخوانم، اونها را من میپرتایم. از این خاطر 10 دقیقه یا 15 دقیقه برای جدا کردن هر جمعه سوال و جواب انشاءالله کوشش میکنیم. لیکن این صحبت از وقتی صحبت گرم شد و انجام که نیافت، ما نمیتونیم که هر جمعه 10 دقیقه و 15 دقیقه جدا کنیم. زیرا همون موضوعی که من تیار میکنم ممکن که 1 ساعتی کاملا برای وی بسنده نباشد و برای آنی که شما پره فهمید و ساده فهمید من تا آخر همون صحبت به شما انجام میدم. لیکن تا حد امکان انشاءالله کوشش و حرکت میکنیم که در هر جمعه 5 دقیقه یا 10 دقیقه سوال جواب در بین ما و شما باشد. السلام علیکم داملای شیرین زبان. در ناحیه ما نمازخوانان بسیار هستند ولی در نماز بامداد به مسجد نمی آیند. اگر فهمند که خدایی هست یا که پنجشنبگی باشد می آیند. همین را ساده کرده به ما فهمانید. با احترام مخلصان شما. البته اینها را من 10 بار تکرار کردگی هستم که امروز اکثر امتهای پیغمبر خدا به خاطر نان و به خاطر معرکه در هر محفل های اسلامی اشتراک میکنند. لیکن خاص از برای خدا این بندگان هم وجود دارند، لیکن خیلی کم هستند. پیغمبر خدا در نماز بامداد چی میگویند؟ که این حدیث مسلم است. حضرت میگوید من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل و من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کله. پیغمبر خدا گفته بود است کسی که اگر از امتان من، از پیروان من نماز خفتن را با جماعت میخواند، تصور کند که نصف شب را قائم یعنی بیدار خوابی کرده است. اگر کسی که نماز بامداد را با جماعت اگر ادا کند، در نزد خداوند مکافات وی چنان است که تمام شب زنده دار بود. خوابهایی که وی کرده است، خواب 5 ساعت خواب 10 ساعت، همگی در نزد خدا عبادت نویسانده می شود برای آن نفرهایی که نماز بامداد با جماعت می خوانند. این حدیث مسلم است. حدیث متفق علیه است که پیغمبر خدا چی گفتند؟ لو یعلمون ما فی العظمه و الصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر امت من دانند که چقدر ثواب در نماز خفتن است و چقدر ثواب در نماز بامداد است، اگر گفتند پاهای ایشان نباشد با زانوها کشاله کنان خودشان به مسجد حاضر میکنند. اگر دانند که چقدر ثواب در نماز بامداد و نماز خفتن وجود دارد. خوش به حالی تمام آن برادرهایی که نماز 5 وقته خدا در مسجدهاشون ادا میکنن، با جماعت میخونن، انشاءالله خیلی ثواب زیاد میگیرند. یک حدیث دیگر هم از متفق علیه است که پیغمبر خدا گفتند صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. یک نماز با جماعت بهتر است از 27 نمازی که انسان تنها در خانه میخواند. در یک روز شما اگر 5 نماز خوانین، همچنان تصور کنین که 135 نماز ثوابش میگیرین. اگر 5 بار در خانه خواندین، حساب کنین که 5 ثواب گرفتین. آیا همون ثواب با خدا به شما میدهد یا نمیدهد؟ زیرا که حدیث های دیگری پیغمبر میگوید که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نماز ندارد تا آن زمانی که اگر نمازش در مسجد ادا نکند. بسیار از بنده های گمراهی که به علم هستند یا هم پدرشان جاهل است، از پدرشان روایت میکنند که در خانه هم که بخوانی میشود، در خانه بخوانی نمیشود. در خانه شرایطت باشد،
با مسجد آمدن و در خانه نمازخوانی نمازت نماز نمی شود و تو در نزد خدا با عاصی و گناهگار هستی. زیرا عباره مختصرم چی میگه؟ الجماعت سنت مؤکدة. جماعت سنت تأکید کرده شده پیغمبر است. پیغمبر بار در حیاتش بی جماعت نماز نخوندن. از این خاطر تا حد امکان کوشش کنید که نمازهاتون در مسجدها و در جماعتها ادا کنید. انشاءالله خدا شما را ثواب زیادی نصیب می‌گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی، مراد و مطلوب این جمعیت ما را خدای حاصل بگردانی. فرزند طلب ها باشد خدای فرزندهای صالح و سالم نصیبشان بگردانی. مسافرهای این کلاب ما را خدای صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. بیماری های این جمعیت ما را، این دیار ما را خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بیرون باران است، از این خاطر تیزتر نماز میخونید.